بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره تحریم 66م سوره قرآن بوده، در مدینه نازل شده و از 12 آیت عبارت می باشد. سوره مذکور یک چند مسئله های شریعتی را در بر گرفته است. آن سؤال ها و حکم هایی که به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و زوجه های پاک حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وابستگی دارد. هر یک خاندان و عائله مسلمان و مسلمه نمونه عبرت و نسخه کامل به حساب می رود، یعنی عائله های رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابتدای سوره از آن سخن می کند که محمد صلی الله علیه و سلم برای رضایت و رغبت بعض زوجه های پاکش کنیزش ماریای قبطیه را، یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که به طریق هدیه از طرف پادشاه مصر آمده بود، بر نفس خود حرام کرد و معاشرت را با او منع نمود. این باعث آن گردید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مورد عتاب الله تعالی قرار گرفت. بعداً سخن از آن سری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از زوجه هایش گفته بود و زوجهش آن را آشکار ساخت و این باعث به ناسازگاری همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود او صلی الله علیه و سلم گردیده بود می رود. آیت دیگر رشکی که بین همسران پاک جای داشت تنقید کرده نادرستی آن را بیان کرده است. همچنان الله تعالی قصه زن کافره و شوهر مؤمن و شوهر کافر و زن مؤمنه را مثال آورده است. در آخر طور در شرح سوره های قبلی اشاره رفت سخن از آن می رود که هیچ کس از پیوندان و نزدیکان برای انسان در آخرت نجات دهنده شده نمی توانند. در آن روز تنها ایمان و عملهای صالح برای نجات بنده خدا سبب شده می تواند. این بود نگاه مختصر از مندرجه و مضمون سوره تحریم. شکل پوره تفسیر آیت های سوره تحریم را روزهای نزدیک برایتان پیشنهاد میکنیم. حتما با شبکه ما باشد. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا